بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. که دامله حاجی میرزا حمام رفتن مردها یک جای درست است یا نه؟ حمام، من برای شما چند حدیث اینجا نویساندم، میخوانم الحال خودتان ملاحظه کنین که حمام چی معنی داره. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتقوا بیتا یقال له الحمام. پیغمبر خدا گفتند از خدا بترسین و آن مکانی که نامش حمام است به اونجا قدم نزنید. قال یا رسول الله انه یذهب الدرن و ینفع المریض. صحابه گفتند پیغمبر خدا، حمام مکانی هست که چرک آدم دور میگردد و بیماری هایی که باشد از حساب حمام بیماری ها نابود میگردد. قال فمن دخل فلیستتر. پس مادام کدامی از شما میخواهد که حمام داخل شود بایستا که ستر عورت بجا بیارد. رسول اکرم در آخر گفتند از این خاطر وقتی شما حمام میدروین، جوانای عزیز یا پدرهایی که حمام میروین، اولا حاجت به حمام نیست. الحمدلله امروز یک سرپوشه داریم یا یک پیچکه داریم که در همون یک کمی همون را بتسپانیم، آب گرم کنیم، در همون سر بدن خدا بشوییم. از اوی که ما و شما در یک جمعیت داخل می شویم که همه اگرچه تو سطر داری لیکن اون دیگرها سطر ندارن، به نظر کردن اونها، به داخل شدن مکان اونها تو هم گناهگار هستی. حضرت سلمان فارس از ما و شماست، میگوید 3 بار گفتن حضرت مردن و زنده شدن را به عهده دارم، لکن نظر کردن به عورت یک برادر را اختیار نمیکنم. 3 بار حضرت گفتند مردن و زنده شدن را به عهده دارم. این مردن خیلی کار مشکل است، جان دادن خیلی کار مشکل است. این را به عهده دارم، لکن به عورت یک برادر نظر کردن را من برای خود اختیار نمیکنم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. ایران نسائی هم روایت کردن، ترمذی هم روایت کردن، حاکم هم روایت کردن. چی گفتن؟ کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد، چی میگوید؟ فلا يدخل الحمام الا بمئزر. پیغمبر گفتند داخل نشود حمام را مگر با سطر عورت. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يدخل حلیلته الحمام. کسی ایمان دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، ایمانی بر خدا دارد، با عیسی که اجازت ندهد که زنی او حمام رود. برای زنی وی هم داخل حمام شدند هم اجازت ندهد. فقط سطر عورت. این هم یک حالت اگر ناگوار برای شما باشد و اگر حمام هم اختیار میکنید جایی دارد تنها برای هر آدم، اونجا را برای خود اختیار کنید. برای جمع بین جمعیت و ترک سطر کردن، شما اگر روز جمعه باشد از جمعه تماما بالکل از ثوابش محروم هستید. اگر در روز جمعه رفته در حمام باز با یک بدنهای لوچ یا اینکه اگر سطر عورت هم داشته باشید پهلوی تو لوچ باشد تو از ثواب جمعه محروم هستید. السلام علیکم. داملای عزیز و گرامی، یک چند سوال را شما پرسان میکنم. شما گوید که مادر به سر گور فرزندش رفته دعا کردن روا هست یا نه؟ دوم، مفهوم روضه امام اعظم چیست؟ روضه گفته باغزار یا مقبره یگان عالمی که از دنیا میگذرد وی را روضه میگویند، یا ما و شما میگوییم روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مرقدش همون را روضه میگویند. روضه ابو حنیفه هم مثل همین است، چگونه ای که در بغداد است، در بغداد حضرت خوابیده هستند، مثل همون است مرقد ابو حنیفه. سیوم پیشتر، یعنی در عصرهای پیشین
وثیقه‌نامه بوده است، این چگونه حجت بوده است. وثیقه‌نامه اینا همون اولادهای خودشان و وثیقه‌نامه گفته همین گواهنامه را هم میگن، گواهنامه را وثیقه‌نامه میگن. یا اینکه اگر مطلب شما این باشد که مثال بعضی آدم ها پشت های خودشان چند پشت تا کی میرسد گفته اونا را حجت کردگی هستند، معنای همراه هم دارد. زنی که سینش به 70 رسیده است، اگر مرد با زن دیگر گرفتن مراق داشته باشد ولی زن مانع شود یا خود رشک برد و وی اوبال نیست، این اوبالی چی هست آخه؟ مثال اگر مرد مراق به زن دیگر داشته باشد و شرایطش میرسیدگی باشد تأمین هر این زنها را میکردگی باشد، اینجا هیچ یگان رشک زن و مانگی زن هیچ اهمیت ندارد. و سوال اولی که شما گفتین آیا مادر به گورستان به نزد فرزندش دعا کرده میتواند یا نه، من یک حدیث از پیغمبر خدا به شما میخوانم که را حاکم روایت کرده است. ابن ابی ملیکه وقتی میگه عایشه صدیقه از گورستان برگشتند، این زن از عایشه سوال کرده من این جئتی، از کجا آمدی عایشه؟ قالت من قبر اخی عبدالرحمن ابن ابی بکر، گفت از نزد قبر برادرم ابی بکر عبدالرحمن ابن ابی بکر آمدم. فقلت لها الیس کان النهی عن زیارت القبور، عایشه آیا پیغمبر خدا نگفته بود که زنها باید که به زیارت قبرستان نروند؟ قالت کان النهی ثم امر بزیارتها، بلی گفت ای ابی ملیکه پیغمبر خدا اول من کردند لکن در آخر اجازت دادند که رفته زنها هم قبرها را زیارت کنند. لیکن حدیث های زیادی هم در باب منع کردن زنها برای زیارت قبرها هست از پیغمبر. لیکن امروز حاجت به سوی قبرستان رفتن زنها را هم در مذهب ابو حنیفه میگوید خاطرش این است که اینها طاقت صبر ندارند و در داخل قبرستان که جزا و فضای زیاد میکنند، از این خاطر گفتن نرفتنشان بهتر است. و وقتی که اگر میروند باید که سطر اسلامی داشته باشد. لیکن از همه بهتر همین است که هیچ حاجت نیست در همون خاندان دعا کنند، در حق فرزنداشون دعا کنند، انشاءالله خداوند دعای اونها را میرساند. شرط نیست که همون قبرستان یا که مزارها در مثال ما و شما همین زنهای ما و شما آباد گیرند، هیچ حاجت نیست.